شغلتون چیه؟ من بلاگرم. چقدر فالوور دارین؟ 2 بعد درآمدتون چقدر از رو پیج؟ مای 30 تومن. مگه میشه؟ بله 500ش از بلاگری، 29 500ش از یه جا دیگه. از کجا؟ اینجا. گفتم بیرون نرو، می نگفتم بیرون نرو. چته؟ آمو هیچی، یکی تو خیابون داره اذیت دوست دخترم میکنه. آمو ول دختر بکن، نگاه من سینگلم، اعصاب خودم خورده. آمو خودش به درک، دوستش هم راش. دوستش ها. کجا تو خارشو بگو. سلام. سلام، خوش اومدید. خوب هستین؟ مرسی. بفرمایید. سلامت باش. یه دستمال به من میدین؟ بله حتما. بفرمایید. مرسی من. خواهش سلام. سلام. دوباره شما؟ آره دستمال بهم میدی؟ مرسی. خواهش. سلام. بابا بازم اومدی؟ بله. نیازی هر روز به بهونه بیای اینجا. واقعا؟ آدم وقتی از یکی خوشش میاد به حق دلشو بهش بزنه. خب باشه میشه بری کنار؟ دوست دارم دیوونه. من 4 ساله هیچی گیرم نیومده. میخوام یه دوی بهم بدی، شب که میخوابم 2 تا اینورم 2 تا اونورم، صبح که بیدار شدم کمر برام نذاشته باشن. خروس من خودم تو کفشم صبح زور شب دارم با این گلنار رو میزنم. دعا می‌خواستی ها بیا. خونه نمیای؟ بگو خونه نمیاد. میگهشو نگو. میگهشو نگو. بابا خر از طرف خودت بگو. میگه بابا خر از طرف خودت بگو. یه لحظه گوشه. میگهشو نگو. میگهشو نگو. بابا این قطعش کن. معلم ادبیاتت کیه؟ آی رضا. من